اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. با نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، شکر الله یکتا که باز در جمعه مبارک با هم در برنامه آستانه هستیم. چطوره که یکایک شما عزیزان میدانید، انسان آرامش اصیل و آسودگی و حمایت روح را در اطراف خانواده خودش، در نزد خویش و تبار، همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر خود دریافت میکند. هر نفره که در خانه همیشه در نزاع دائمی، در جنجال و خرخشه زندگی میکند، در کوچه و بیرون از خانه عصبی است و حتی در چهره او همه میتوانند مشاهده کنند که این انسان چیزی را دارد و یا مشکلی را در خانواده خود دارد. و کودکانی که در خانه های پر از جنگ و تلاش کلان می شوند، در درس ها تمرکز کرده نمی توانند. عصبانیت در آنها دیده می شود و به یک سخنی کوچک یک دوست خود و یا معلم خود تاب آورده نتوانسته می توانند قیامت برپا کنند. و زن هم و یا شوهر هم وقتی در خانه جنگ و جنجال زیاد است، با فرزندان خود بد رفتاری میکند، با همسایه های خود بد رفتاری میکند و عموما همیشه با یک عصبانیت زندگانی خود را میگذراند و به بیماری های دچار میشود که چه بیماری های روحی و یا روانی و یا جسمانی که اکثریت به سبب همین عصبانیت به انسان می آیند، دیگر برای معالجه کردنش سالهای دراز برای او لازم می شود. و چگونه که گفتیم، سرچشمه اساسی ناآرامی انسان و جنجالی بودن او تحمل نکردن کمترین یا کوچکترین سخن از نفر، این همان ناآرامی در خانه می باشد. پس برای آنکه خودمان آرام باشیم، همسری آرام داشته باشیم، خانواده آرام داشته باشیم، جاهای ما، فرزندکان ما در یک لانه که فضای آرامش در آن حکم فرما است بزرگ شوند، باید خانواده خود را، عائله خود را، البته که درون کاشانه خود را با فضای آرامش پر کنیم. و تا اینکه این فضا را ما در خانه خود حکم فرما قرار دهیم، البته باید بدانیم که چی چیزهایی هست که آرامش را از خانواده ما میگیرد، چیزهایی که سبب جنگ و جنجال های دائمی بین زن و شوهر، بین خویشاوندان، خواهر و برادر، پدر و مادر می شود. اگر این سبب ها را ما پیدا کردیم، دیگر پیش راهی این را گرفتن را می توانیم. چگونه که وقتی یک مریضی بیماری تشخیص می شود، الکی برای او 101 درمان پیدا می کنند، اما تا زمانی که بیماری تشخیص نشد، کسی معالجه آن را پیدا کرده نمی تواند. و یکی از سبب‌های اساسی جنگ و جنجال در عائله، علل خصوص بین زن و شوهر، این یکی را برای خطاگی خویش و تبار یا یکی را به خاطر خطایی که اهل عائله او میکند گناهگار دانستن و تمام مشکلی را بر سر همسر خود ریختن و از او گرفتن می باشد که موضوع امروزه ما هم همین است: نزاع زن و شوهر به خاطر خطای خویشاوندان. برای مثال می توانیم صدها مثال آوریم و یا صدها قصه را از زندگی خود، از زندگی دوستان و نزدیکان خود بیاوریم. کوچکترین مثال، شوهر با برادری همسری خود در نزاع قرار میگیرد، با هم یک تلاش کوچک و یا جنجال های عادی میکنند که البته جنگ و جنجال در همه حالت بین همه انسان ها، دوست و نزدیک و خویش و تبار وجود دارد، برای آنکه اختلاف نظر از اول هست و یک انسان کاملا نمیتواند اطاعت نفر دیگر را کند و یا خود
با یک مسئولیت همه 100% راضی بودن و کسی به این من مخالفم گفتن نتوانستن، این رو فقط در پارلمان تاجیکستان دیده می شود. در یگان جا دیگر یک مسئله رو همه 100% ما راضیم گفته نمی توانند. برای همین مشکلی ها می شود، شاید با برادر زن، شاید با پدر عروس، شاید با نفری دیگر. گاهی می شود که شوهر با برادری همسری خودش و یا با پدری همسرش در نزاع می شود و از این حتی روح زن خبر ندارد. یعنی پدری من و یا برادری من با شوهری من به چه حالت گرفتار شدن، چه مشکلی بین آنها شد، من هیچ خبر ندارم و عیناً همین گونه می شود بین زنها. و شوهر می آید و یک بار می گوید تو به من طلاق هستی برای اون که من با پدرت جنگی شدم و یا تو خواهری فلانی ابله هستی، من دیگر نمیخواهم با تو زندگی کنم. اینجا زنی بیچاره هیچ خبر ندارد و گناهی او در اینجا هیچ چیز است. و جای اون که شوهر این چیز رو یعنی مردها بین مردها حل کنند و زن تماما به اینجا داخل نشود، این رو می آید و همه اش را از زنی خود می تراشد و اینجا زنی بیچاره اکثریت با فرزندان خود کجا رفتن را نمی داند، به کی گفتن را نمی داند و عیبی برادر و پدر رو چگونه به سر او ریختن از این هم خودش خبردار نیست. البته این یک محاکمه یا خود قضاوت ابلهانه هست که یک انسانی که کاملا از زندگی همسر شما دور است، با او دیگر پس از ازدواج اینها فقط رابطه خویش و تباری دارند به خاطر گناه برادرش که اینها با هم هیچ رابطه ندارند و یا به خاطر تلاشی که بین خسور یا خود پدر عروس شد، بیاید و تمام جنجال رو با همسر خود کنید. تو فرزندی همان هستی، سبب تو هستی، من به خاطر پدرت با تو دیگر زندگی نمی کنم. از این مشکلی های خیلی خیلی زیاد. البته اگر شوهر وقتی میداند اینجا 100% همسرش گناهگار است برای اون که بعضی از خبرکشی کرد، بعضی از اسرار عائله رو رفت و به پدرش خبر داد، اینجا میگویم البته شوهر حق دارد که با همسر خود جنگ و تلاش کند و یا قهر شود و یا مسئله های دیگر برای اون که عیب زن بود. اما 90% جنجال هایی که بین پدر عروس و یا خواهری و یا برادری همسر می شود به سبب تجارت و یا کاروبار و یا مسئله های عادی، زن از این بیخبر است و بیچاره رو می آیند و نه تنها شوهر، حتی خویش و تبارش هم، خواهرانش، پدر و مادرش هم انا برادری همین بود، انا پدری همین بود، دیگر بالای او تا چه اندازه ظلم میکنند در حالی که هیچ گناه او ندارد. و در خاطر داشته باشیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بعضی از روایت ها در سال 4 هجری، در بعضی از 6 هجری با ام حبیبه رمله دختر ابو سفیان ازدواج کرده بودند. البته میدانیم که ابو سفیان همش در سال 8 هجری در سال فتح مکه اسلام آوردند و زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با رمله ازدواج کرده بودند، پدر رمله دشمنی اصیل پیامبر بود، با پیامبر دشمنی زیاد داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم می دانستند که گناه پدر را بالای دختر نمی اندازند. کفر پدر این یگان علاقه به ایمان دختر ندارد. دخترک علاقه بزرگ است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون همسر حبیبه را گرفتند و با او زندگی داشتند، در حالی که ابو سفیان خودش کافر بود و در مکه بود که البته بعد از این رضی الله عنهم اجمعین ایمان آورد. و اینجا ببینید که نباید به خاطر گناهی که پدری عروس کرد، خواهری عروس کرد، مادری عروس شاید کرد، نباید زن رو اونقدر غراشیم و تراشیم و گوییم تو کردی، سبب تو هستی یا اون همون مادر تو است. و حتی یک خواهرک میگوید به خاطر همسر برادرم شوهرم با من قهری است. میگوید همسر برادرت اخلاق خوب ندارد. یعنی همسر برادر با این زن چی رابطه دارد؟ اینها با هم زندگی نمی کنند، اینها از هم دور هستند، هم از روی عقل هم از روی منطق و شریعت. ولا تزر وازره وزر اخرى، هرگز گناه کسی رو کسی دیگر تحمل نمی کند. به خاطر گناه دیگری نباید کسی دیگر رو ما جزا دهیم و مشکلی های زیاد پی در پی می شود. حتی بعضی از شوهرهای هم هستند که البته الان به زن هم می گذاریم، لیکن چون اساسی مشکلی بالای مردها می شود،
اول خواستیم در این باره صحبت کنیم. بعضی از خواهران میگویند پس از آنکه شوهر من با برادر من جنگی شد و یا با پدر من گپش گریخت و یا مادر من از آنکه پیران سال است و یا اینکه مادر من اصلا خودش بد اخلاق است با شوهرم مشکلی داشت، هرگز نمیگذارد که خویش و تبار من به خانه من آید و یا اینکه نمیگذارد که من به خانه آنها روم و شرط هم مانده است اگر پدر و مادرت به خانه آمد تو طلاق هستی، اگر برادرت رو در خانه دیدم تو طلاق هستی، اگر با ینگت صحبت کردی تو طلاق هستی. یعنی با این طلاق گفتن ها محض به گناه کبیره شوهر هم خودش رو داخل میکند هم زن رو. برای آنکه چگونه که میدانیم در شریعت صله رحم این فرض الله می باشد. با خویش و تبار خود رفت و آمد کردن، از احوال آنها پرسیدن، اول شده پدر و مادر، خواهر و برادر، تقا و عمو، اینها همه صله رحم ما می باشند. و الله در سوره محمد فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمی ابصارهم میگوید. یعنی شما در حقیقت داخل گناه شدید وقتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم روی گردانیدید و در روی زمین فسادکاری کردید و تقطعوا ارحامکم و با خویش و تبار خود قطع رابطه کردید، پدر و مادر، خواهر و برادر، جیان اول شده. اولئک الذین لعنهم الله، انا همین گونه انسان هایی که فسادکاری میکنند از امر پیامبر صلی الله علیه و سلم روی میگردانند و با خویش و تبار خود کافر باشد مسلمان باشد هر کی باشد هم قطع رابطه میکنند، الله آنها را لعنت کرده است و کور و کرشان کرده است. پس اینجا ببینید که وقتی شوهر میگوید با پدرت من مشکلی دارم، دیگر به خانه نآید، دیگر به خانه اش نرو، به تلفنش جواب نده، یا اینکه پدر تو بد اخلاق است نمیخواهم با فرزندان من روبرو شود و آن فرزندان نبیره همان انسان هستند، یا میگوید فرزندان من نمیخواهم با تقایش یا داییش روبرو شود، که این هم قطع رابطه و صله رحم را بریدن است که در این هنگام به اتفاق علما نباید زن شوهر خود را اطاعت کند، با خویش و تبارش روا کند، با آنها احوال پرسی کند، برای آنکه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. و این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم شعار مسلمان ها هست که هر مخلوقی که به گناه دعوت کرد، خواه پدر و مادر خواه شوهر باشد، در این وقت تو اطاعت پروردگار را میکنی. و گفتیم مشکلی ها، یک مشکلی های کوچک، شاید بالای یک پول کم، شاید بالای یک خانه، شاید یک مسئله های عادی سبب می شود که دیگر در خانه جنگ و جنجال دوام دادن گیرد، برای آنکه این قلب الله ساخته است که انسان وقتی با پدر و مادر خود، خواهر و برادر خود رفت و آمد نمی کند، دیگر انسانی که او را به این چیز امر کرده ایستاده است بالای او نفرت پیدا می کند. و هیچ زن شوهری که به او میگوید با برادرانت معامله خوب نداشته باش، یا برادران او را شب و روز حقارت میکند و دشنام میکند و یا پدر او را شب و روز طعنه میکند و این کرد و آن کرد، میگوید یگان زن این گونه شوهر را نه دوست میدارد نه میخواهد که با این شوهر مناسبتی خوب داشته باشد. یعنی شوهر با این کارش از زن خود یک خائن تیار میکند. برمیگردیم بر مسئله زن. البته در شرایط امروزه که اکثریت مردها در خارج هستند و یا سفر میکنند و یک مشکلی زیاد در تاجیکستان این است که ما دوست می‌داریم همه یک جای توده و گفتی عامی زندگی کنیم. قاین سینگل یا خود خواهر شوهر، مادر شوهر، جیان شوهر، عروس همه در یک خانه زندگی میکنند و خواه و ناخواه وقتی انسان یگان کاری فایده داره ندارد با یگان چیزی مفید مشغول نیست، خواه طلب علم باشد، خواه کسب و کار باشد، خواه کتاب خواندن باشد، عادی ترین چیزهایی که به انسان فایده میدهد، دیگر با عیبجویی و با غیبت همدیگر و مسخره همدیگر شروع میکنند. گاهی میشود که عروس با خواهر شوهرش جنگی می شود و یا عروس با مادر شوهرش جنگی می شود، که البته وقتی در یک خانه زندگی کردید و مردم به هیچ کار مشغول نیستند و همه بیکار هستند و سطح اخلاقی و دینی یا ایمانیشان ضعیف است، البته جنگ و جنجال های زیاد در یک خانه می شود. و وقتی عروس با خواهر شوهر خود جنگ می کند و یا با مادر خود جنگ می کند، به یگان پرسپوس، به یگان اجازه می رود به خانه پدر و مادر و وقتی شوهرش زنگ میزند به زنگ جواب نمیدهد. شوهر بیچاره در مردکاری است و یا خارج از خانه است و شوهر هیچ خبر ندارد که در خانه چی گذشت و هیچ عیبی هم ندارد. یعنی نمیتواند که
یک مرد الکی همسر داشته با خواهر و مادر خود جنگ و جنجال کند، بالای آنها حکم فرمایی کند. و اینجا عروسان می روند و همه مشکلی رو به پدر و مادر میگویند، به شوهرشان هیچ چیز نمیگویند. گاهی می شود که عروس نه، یک زن الکی تا 40 ساله رسیده، بعدن شوهر بیچاره بی خبر با او همسرش قهری است، بعضن با او خوشدامن و خسورش زنگ زده دشنام میکنند، بعضی برادرای همسرش دشنام میکند که تو این هستی تو اون هستی. این بیچاره نمیداند که مسئله در چی است، سبب چی است. اینجا نباید ما شوهری که خبر از این جنگ ها ندارد و دست او در اینجا نیست، نباید او را عیبدار کنیم و علم خود را چگونه که میگویند علم موسی را از عیسی گرفت. حتما در این وقت عروسی با عقل به همسرش زنگ میزنند، میگوید کمی مشکلی شد، البته اینجا شما هیچ عیبی ندارید و من یک مدت از این خانه میروم و یا یک مدت من در خانه پدر و مادرم میمونم تا اوضاع تین شود. نه اینکه این خواهری تو، این مادری تو خودت هم این هستی، مادرت هم این هستی. یعنی بیچاره شوهری که هیچ خبر ندارد بالای او همه بود خود را خالی کند. و اینجا مسئله خیلی که گفتیم می شود که بعضی از مردها متاسفانه همراه خواهر خود، همراه مادر خود و یا همراه نفران دیگر یکتا می شوند و در حقیقت یعنی دروغی نبود، در حقیقت بالای عروس ظلم میکنند. خواه از روی مسخره کردن باشد، خواه از روی کاری بسیار فرمودن باشد، خواه از روی تماما نظر نگرفتن و پس زدن باشد. اینجا البته زن میتواند با شوهرش هم قهر شود که تو هم دست داری، یعنی این مشکلی که شد تو هم دست داری و من با تو هم قهری هستم یا با تو هم مشکلی دارم. اما وقتی که زن میداند که شوهر از این خبر ندارد و یا اونقدر بند است با یگان کاری خود، با زندگی خود که عموما دست ندارد و حتی فکرش رو هم نمی کرد، نباید بالای شوهر بیچاره تمام مشکل رو ریزیم و گویا که اون می تواند در یک دقیقه مادرش رو اصلاح کند و یا خواهرش رو اصلاح کند. پس اینجا عزیزان مشکلی زیاده که در خانواده می شود. مایان چگونه که گفتم عیب دیگران رو بالای همسر خود، زنی خود و یا شوهر خود میندهیم و شوهر رو به خاطر خطای برادرش حتی ینگه اش، یعنی بعضی زنها هستند که زنی برادر تو به من چنین گفتگویان با شوهر خود قهری میشوند و بیچاره مرد چه رابطه با ینگه اش دارد که دو نفری تماما نامحرم هستند و شاید با هم درست صحبت نکنند. یعنی ینگه تو به من چنین گفت، برادر تو چنین میبود، چنین میشد. این بیچاره شوهر در اینجا چی رابطه دارد، یعنی چی نقش دارد؟ هیچ رابطه ندارد و نباید در اینجا عیب دیگری رو بالای شوهر خود کنیم و یک خانه خود رو به خاطر جنگ و جنجال هایی که از خانه بیرون شد و یک جهنم تبدیل دهیم که البته به کودکان هم این ضرر میرساند. و یک مسئله دیگر که حتما باید الان گفته شود، این مسئله عیب‌های فرزند رو همه اش را بالای مادر نهادن، بالای پدر که نهادن نمیتوانند زنها، ولیکن اکثریت مردها از کوچکترین اشتباه ها شروع کرده تا اشتباه های بزرگ، حتی زن گرفتن و شوهر کردن و حتی از خانه رفتن و یا هجرت کردن بالای همسر خود می نهند. البته که چگونه که می دانیم پدر و مادر بالای فرزندان خود مسئولیت دارند و این مسئولیت را شریعت گذاشته است و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کلکم راعین و کلکم مسئولین عن رعیته. تمام شما وظیفه‌دار هستید، تمام شما مسئول نفرانی هستید که در زیر دست شما هستند. و رجل راعین فی اهله و هو مسئول عن رعیته. مرد بالای عائله خود مسئولیت دارد و او باید بالای همسر و زنی خود مسئول باشد و از آنها پرسیده می شود. زن هم عیناً همین خیل و زن بالای فرزندان خود و خانه شوهر خود مسئولیت دارد. زن باید به تربیه فرزندان مشغول شود. حتما دست مادر در تربیه هست و اینجا وقتی الله میگوید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای آنهایی که ایمان آوردید خودتان و خویش و تبار اهل عائلتان را از عذاب دوزخ نجات دهید. ولی گاهی می شود که مادر تمامی مسئولیتش را انجام داد، همه آن کاری که باید کند بود کرد ولی نشد. قلم تقدیر به آن بود است که این فرزند بی‌روحه بزرگ شود و این گاهی می شود برای آن که فرزند نوح پیامبر علیه السلام کافر بود و او کافر مرد، چگونه که در این باره در قرآن ذکر شده است، و یا اینکه
سعد ابن ابی وقاص بهترین پدر، صحابی که از عشرة المبشرین بالجنه هستند، فرزندشون عمر ابن سعد ابن ابی وقاص در جنگ با حضرت حسین دست داشت و دست او، شمشیر او به خون فرزند پیامبر حسین شهید آلوده شده بود. بدترین پسر برای بهترین پدر که این عمر بود. و اینجا ما نمیتوانیم تمام عیب‌های فرزندان را بالای مادر گذاریم. گاهی می شود که پس از بزرگ شدن الکی زور مادر بالای فرزندش نمیرسد و شوهر میگوید این تو بودی که این را کردی، این تو بودی که اون را کردی. یعنی مادر را تو بیماری تا حالت میرساند که گویا که تمام این عیب‌های فرزند همه‌اش عیب مادر است. حالا که گاهی می شود که در اینجا فقط بی‌راهگی و یا هدایت نیافتن فرزند این به مادر هیچ رابطه ندارد. برای همین گاهی میبینیم که اگر همه فرزندها برابر بی‌راه هستند و مادر با تلفن و با مهمانی و با ماده نو پوشیدن و با غیبت و با کارهای دیگر مشغول است، حقش است که شوهر گوید این تو هستی که فرزندها رو همش رو به مسئولیت گذاشتی، این تو هستی که فرزندها بی‌راه شدند. اما وقتی مادر صالحه است و تمام کارهایش رو میکند، از بین فرزندها یک تا که از فرزندان نو هم فقط یک تاش بی‌راه بود یا خود گمراه بود، از فرزندان سعد ابن ابی وقاص هم فقط همین عمر این گونه بدبخت بود، می شود که از بین فرزندها یک تاش فرزندی خوب نبراید و این رو میگویم بچوز تقدیر چیزی دیگری نیست و نباید مادر گناهگار شود و نمیتواند شوهر تمام این عیبها و تربیه فرزند رو بالای مادر گذاشت و فرزندی که الکی فرزند دارد، بزرگ است، 30 ساله است و 20 چند ساله است، گوید که نه تو هستی که تو این کارها رو کرده. و همین گونه جنگ و جنجال های اکثریت عائله ها شروع می شود از جنگ و جنجال هایی که ما در بیرون از عائله کردیم و یا اینکه مثلا یک مهمانی کوچک می شود، در مهمانی برادری شما به من چنین گفت و یا در مهمانی یزنه‌ای تو به من چنین گفت. یزنه اینجا به زن چه رابطه دارد و یا به شوهر چه رابطه دارد، چگونه که ینگه هیچ رابطه ندارد و یا پدر و مادر شما فقط به من چنین میگوید. انسان پدر و مادرش را هدایت کرده نمیتواند و برای خود هرگز انسان پدر و مادر هم انتخاب نمیکند، چگونه که انتخاب عائله این تقدیر است و خواهر و برادر، پدر و مادر، فرزند، اینها رو ما به خود انتخاب نکردیم. تنها در انتخاب زن و شوهر تا حد برای ما آزادی هست و این را از قسمت نیو خودمان هم قسمت و هم اختیار داریم. برای همین اینجا نمی شود که پدر و مادر تو چنین هستند، خواهر برادر تو چنین هستند گویان با طعنه کردن، با ملامت کردن، با جنگ و جنجال زندگی خود را به یک گورستان تبدیل دهیم و همیشه مشکلی ما سر این باشد که چرا فلانی خیش تو چنین گفت یا چنان کرده ایستاده است. و حتی خواهر که هست که میگوید من نمازخوان و هدایت یافتم، خواهر من بی‌راه است، خواهر که از من بزرگ است و همیشه یک روز پسی هم شوهر من میگوید خواهر بی‌راه داری، خواهر تو این است و آن است، در حالی که میگوید من حتی با خواهرم از سبب همین بدراهگیش قهری هستم، با او صحبت هم نمیکنم. و اینجا میگوید من نمیتوانم با این لیکن مردی که همیشه طعنه خواهرم را بالای من میریزد چگونه مناسبت کنم. و البته که اینجا باید کمی منطقاً یا عقلاً فکر کنیم که چگونه میتوانیم دو خواهری که از یک پدر و مادر هستند، یکی تماماً بی‌راه، دیگری که خیلی خوب است و همسر شما هستند، به خاطر اون خواهری که زندگی است جدا هیچ رابطه‌ای ندارد و اینجا داخل کنیم. و چگونه که گفتیم این طعنه زدن و یا خطاگی های خیش و تبار را بالای همسر خود ریختن سبب می شود به جنگ و جنجال های عائلوی، سبب می شود به قطع رابطه خیش و تباری که دیگر خیش و تبار با هم رفته رفته تماما جدا می شوند. و یا مهمانی های می شود که فقط خیش و تبار زن وجود دارد و یا فقط خیش و تبار مرد. و حتی شوهرهایی هست که میگوید پدرت نباید با فرزندان من سلام علیک کند، مادرت نباید به خانه ما آید. یعنی دختره که بیچاره 18 سال در آن خانه بزرگ شد، پدر و مادر بالای او مثل شوهر حق دارند، مثل شوهر حق دارند، باید به آنها هم نیکی کند، رفت و آمد کند، محتاج هستند یاری کند. اما شوهر با یک کمترین مشکلی که با خسور خود
یا خود پدر عروسی خود داشت، این گونه سبب قطعی رابطه می شود. برای همین خواه در مسئله های دوستان، خواه در مسئله های فرزند، خواه در مسئله های خویش و تباری، بیاید وقت با نفر مناسبت ما ویران شد، یک باره آن علم خود را از همسر خود نگیریم. هرگز نگوییم که برادر شما، خواهر شما، پدر شما، مادر شما، این بیچاره چی رابطه یا چی دست در اینجا دارد. اما چگونه که گفتیم اگر دست دارد و ما 100% دلیل در دست داریم، میدونیم که همسر ما در این ظلمی که بالای ما شد یا در این جنگ و جنجالی که شد دست دارد، در اینجا حقش است که او هم باید به خطاگی خودش جواب دهد و این رو اصلاح کند. لیکن خطاگی که یک نفر کرد و رابطه ندارد، نباید از بالای آن شما را پرسجو کنند و یا اینکه از پس خطای دیگر شما مجازات شوید. و این بود عزیزان درباره موضوع امروزه ما که نباید برای خطاگی خویش و تبار از زن از شوهرش و یا شوهر از زن خود انتقاد کند و علم خود را از او گیرد و خانه را به یک جنگ و جنجال خانه رساند. و کوچکترین نقطه دیگر رو میخواهم ذکر کنم. گاهی می شود که البته در این مسئله یک موضوع کامل درباره ظلم به فرزندان و چگونه ما وقتی جنگی و عصبی می شویم، علل خصوص زنها چگونه علم خود را از فرزند میگیریم، یک موضوع کامل انشالله در برنامه های آینده میگذاریم. ولی نقطه دیگر رو هم حتما باید بگوییم که گاهی می شود که مرد با خویش و تبار زنش چگونه که نزاع کرد، زن با خواهر شوهرش و یا با یکی از خویشاوندان شوهر جنگ و جنجال میکند و تمام روز او بالای فرزندان خود داد میزند و میگوید تو هم از ذات همانها هستی، خونی تو هم همانها هست، دیگر با آنها رفت و آمد نکن، تو همه چنین هستی. یعنی بیچاره کودک هیچ اینجا رابطه ندارد، بچه بیچاره هیچ نفهمی درک هم نمی کند که او در کجا هست، برای چی بالای او فریاد زده ایستاده است، برای چی مادر صدها بار لعنت گفت و مادر صدها بار بالای او غضب کرد. یعنی حتی علمی خود را زنهایی هستند که جنجالی که بین خود و شوهرشان و یا بین خود و خشتامن یا بین خود و یگان خویش و تبار دیگری شوهر شد، بالای فرزند خود میریزند. یعنی فرزندهای کوچکی در خانه بوده رو دشنام میکنند، بالای آنها هر چیز میگویند، هر لحظه عصبانیت میکنند و ظالم هستند که حتما باید این گونه انسانها رو حتی میتوانیم بگوییم باید معالجه شوند. یعنی مثل یک بیماری که از کودک بیچاره علم خود رو میگیرند که خیلی به سلامتی کودک و اخلاق کودک تاثیر بد دارد. باذن الله در یکی از برنامه ها کاملا در این باره چگونه ظلم کردن پدر و مادر بالای فرزند در حالی که فرزند هیچ رابطه به جنگ و جنجال های پدر و مادر ندارد با هم صحبت خواهیم کرد. و الان میبینیم که اینجا سوال ها هست و تا قدر توان به سوال ها جواب میدهیم. سوال یکم، خواهر سوال میکند شوهرم فقط از روی گپ خوشتومنم مرا لطوکوب میکند، چند بار التماس میکنم التجا میکنم، اول مرا هم اول اصل مسئله رو پرس نمیپرسد، میزند، بعدیش این که پیش فرزندانم میزند. پیش از همه اگر این گونه شوهر دارید و پی در پی شما رو میزند، از دستش خلاص شوید. رزق در دست الله هست، خوشبختی انسان در دست الله هست و مسلمان نباید برده یک انسان باشد. چگونه که ظلم کردن حرام است، ظلم دیدن هم حرام است. نباید شما ظلم بینید در حالی که میتوانید که اینجا تغییرات کنید. و اگر شوهرتون پی در پی دست بالا میکند، یک روز نه یک روز خیلی یگان جراحت میبردارید و گفته خودمان معیوب میشوید. و بسیاری از خواهرهای هستند که از پی بسیار شرط خوردن و یا لطوکوب شدن الکی پس از 40 سالگی یا چشمشان رو از دست دادن یا خود حافظه خود رو و گفتی رسوب پامیت خود رو از دست دادن یا خود یک عصبی شدن که آنها هم تمام روز فرزندان خود رو میزنن. اگر این گونه یعنی شوهری که دائمی لطوکوب میکند، عزیزان بدونید که و یک مشکلی مریضی دارد، دیوانه است. انسانی سالم دائم پی در پی لطوکوب نمیکند. اگر در سال یک بار، در چند وقت یک بار به خاطر خیلی از اشتباهی بزرگ دست برداشت، اون هم زدن نه، دست برداری که زن فقط ترسد و غیر مبرح یگان خیلی جراحت نبردارد، مسئله عادی میگیم. اما پی در پی به ا به ب به هر مشکلی های کوچک
اگر دست میبردارد این سلامتیش خوب نیست. از دست این باید خودتان را نجات دهید و بدانید که رزق شما به دست پروردگار است. از دیگر طرف شما زندگیتان رو میبینید. اما به یگان خواهر توصیه نمیکنم، به یگان خواهر نصیحت نمیکنم که هرچی شرط خوردی، هرچی تو را تحقیر کردن، زدند، معیوب کردند، تو در آنجا صبر کن. در یگان جا آمدگی نیست که بالای شرطه ها باید صبر کنید. در اینجا برای شما هم شریعت اجازه میدهد که به قاضی شکایت کنید و طلب طلاق کنید. سوال دیگر: کلین ما فقط بود و باش اکم رو به خانه پدرش میکشاند. من زید برایم کلین مرا بدبین شده، پیش فولبین رفته مرا سحر کرد. اکنون فقط سردردم، چیکار کنم؟ دلم به اکم میسوزد. خواهری عزیز، اگر اکهتون از چنین کلین راضی است و آنها زندگی آرام دارند، به آنجا شما پی و قدم نزنید. اگر اکه شما این رو میداند و راضی است. برای اون که بعضی از شوهر چنین است، میگوید هرچی باشد من راضیم، زندگی خوب دارم. ولیکن اگر میدانید که این کارها رو راستی از اکهتون میکند، پنهانی میکند، البته با برادر خود در این باره صحبت کنید و به برادرتان گویید که از شما خبر ندهد و همسرش رو اصلاح کند. ولیکن وقتی دو نفر زندگی آسایشته دارند و آنها از هر چیزی که دارند راضی هستند، نباید از پیش خود داخل شوید و هم خود را سردرد کنید و هم در نزد برادر خود و در نزد عروس او بدبین باشید. ولیکن چگونه که گفتم، اگر خیلی میسوزید، با برادرتان هم صحبت باشید. و درباره سحر کردن، خواهر عزیز، این رو بدانید که هر کسی که نمازش رو در وقتش میخواند، ذکر صبح و شام میکند، به وی یگان سحر و جادوی جن تاثیر نمیرساند. سوال دیگر: من به یک دهه دیگر شوهر کردم که آنجا خالم زندگی میکند. سالهای پیش جایی رفت و آمد نداشتم، فقط خانه خالم میرفتم. شوهرم گفت که بار دیگر روی تو به من طلاق هستی. اما من راستی چند بار رفتم. آیا طلاق افتاده است؟ خواهر عزیز، نباید میرفتید. اینجا خاله و مادر فرق میکند. البته شوهری که میگوید به خانه خاله‌ات نرو، به خانه تقاید نرو، شاید یگان دلیل دارد. دلیلش این است که میداند که راه دور است، و یا اینکه در خانه خالتان یگان انسانی بد هست، یا اینکه میداند که شاید یعنی اخلاق خالتان خوب نیست و به شما تاثیر میرساند. اینجا سبب دارد. در اینجا میشد خالتان را به خانه جغ میزدید یا در یگان جا وا میخوردید. برای اون که اینجا اگر رفتی طلاقی گفت، البته طلاق میافتد در نزد جمهور علما، که بجز خیلی کمی علما میگویند اینجا طلاق با شرط است. اگر مقصدی شوهر طلاق نبود ترسانیدن باشد، مثل قسم، اینجا فقط کفاره قسم میدهد، به 10 کم بغل یا خوراک میدهد یا لباس میدهد به 10 نفر، یا اینکه 3 روز پای در پای روزه میگیرد. لیکن به هر حال وقتی گفت به خانه خاله‌ات نرو، رفتی طلاق هستی، نباید میرفتید و نباید بروید. سوال دیگر: آیا کلین وظیفه دار است که لباس خواهر و برادر شوهرش را بشوید و درزمال کند و اتیو کند؟ آیا این فرمان اسلام است؟ خواهر عزیز، از زن در نزد الله مسئولیت دارد و پدر و مادر خودش و شوهر خودش و فرزندانش است. از این پرسیده می شود هر زنی که پدر و مادر خود را نگاه بین نکرد، در وقت محتاج بودنشان با آنها قطع رابطه کرد، او گناهگار است. اون هم گناهی کبیره. چگونه که آیت را در این باره خواندیم: و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا. این هم به زن هم به مرد تعلق دارد. و درباره اطاعت شوهر هم میدونیم یک چند آیت و حدیث هایی که زن را امر میکند تا اطاعت شوهر را در غیر گناه انجام دهد. و زن مسئولیتی نگاه و بین فرزندان، هم اخلاقی، هم از خوراک، هم پوشیدن و جایی تازه کردن و رعایت کردن خانه است. برادر شوهر برای زن، برای عروس نامحرم است. لباسش یک سو است، با او صحبت کردن جایز نیست، فقط در حالتهای ضروری. خواهر شوهر خودش دست و پا دارد، باید خودش لباسش را شوید. چگونه که شما نباید لباستان را به ینگه‌تان شویانید، همان طور نباید خواهر شوهر شما و یا برادر شوهر شما بالای شما لباسش را شویاند. اینها هیچ رابطه ندارند، یعنی هیچ رابطه در خدمت ندارند. خدمت شوهر است، خدمت فرزندان است تا به بلاغت رسیدن، خدمت پدر و مادر است. و درباره خدمت پدر و مادر شوهر، برای عائله را مستحکم کردن و محبت شوهر را زیاد کردن تا حدی که به شما ضرر نشود البته بهتر است. اما اینجا
خواهر دست خود را دارد و این در ما هم هست. خواهران عزیز، خواهرایی که عروس هستید، حتما خودتون پیش از به شوهر برآمدن بالای ینگه یگان مشکلی داشتید. باید از خودمون اصلاح کنیم که من دست و پا دارم، من خودم کارم رو باید خودم کنم. به فرزندان هم حتما همین گونه تعلیم دهیم و این یک عرف و عادتی بد که عروس دیگر خدمتگار یک عائله بزرگ می شود. از حیوانات شروع کرده، یعنی از گاو و گوسفند اگر در دهات باشد، تا حتی رفتن حولی همسایه یا کوچه ها و حتی تمام کودکانی که در آن خانه هستند، تمام پسرهایی که در آنجا هستند، دخترکانی درستی 16 ساله 15 ساله که دست و پای سالم دارند، همه این را بالای یک عروس میگذارند که گویا که اینها برابر توی کردن یک خادم گرفتند که در یگان جای اسلام این چیز وجود ندارد. سوال دیگر: من 2 زن دارم، زنی خورده‌ام را پدر و مادرم قبول ندارند، به نزد ما نبیار میگویند. زنی دویمم خیلی با تقوا است. فرزندان زنی دویمم را بابی و مامیش با نفرت نگاه میکنند. حیرانم چیکار کنم؟ پیش از همه وقتی میدانید که پدر و مادرتان راضی نیستند، این رو بدانید که شما گناهکار نیستید، برای اینکه این نکاح است، نکاح حلال است و وقتی پدر و مادر برای زن دوم راضی نیست و نبیره‌هایش را قبول ندارد، اینجا مرد هیچ گناهی ندارد. ولیکن وقتی نمیخواهند، البته به دیدار بینیشان نبرید و در حقشان دعا کنید. کم کم رفته به مرور زمان ان شاء الله قبول میکنند، برای آنکه در جامعه تاجیکستان متاسفانه به زن دوم و سوم همچون زنا و یا فرزندان نامشروع نگاه میکنند و کسی این را همچون نکاح شرعی قبول ندارد. ولیکن با رفت آن که فرزندکا کلام میشوند و الکی به تن پدر و مادر میشینند، البته که ان شاء الله قبول دارند. سوال دیگر: من 2 دختر دارم، مادر شوهرم این پسر ندارد، از این جدا شو گفته، فقط شوهرم را ضد من میشوراند، نمیدانم چی کار کنم. خواهر عزیز، در این وقت حتما با شوهرتان هم صحبت شوید، برای آنکه بعضی از مادران هستند که البته یگان ناحرمتی بالای آنها کردنی نیستن، فقط همچون مثال میگویم، دیگر هرچی از روی منطق، از روی دین، از روی هرچی صحبت کردید میگوین گپ من رو است، همین زن رو طلاق ده، زن دیگر گرفتی پسردار میشوی، در حالی که گاهی میشود که پسر از یگان فرزند هم نمیشود. ولی شما در این حالت با شوهر خود صحبت کنید که شوهرتون ثابت و صابر باشد و 2 دختر که هیچ چیز، بعضی و 6 دختر 10 دختر دارند و گاهی میشود که یک دختر جای 100 پسر رو در وفاداری و در برالوالدین میگیرد، مثل فاطمه بنت رسول الله، مریم صدیقه و دیگران. و البته در شرایط امروز با پیشرفت طب چقدر دارو و درمان و راههای معالجه هست که برای تولد پسر کمک میکند و این را علمای معاصر هم در لجنه فتوا اجازه داده هستند. میتوانید از بعضی از نمود داروها یا خود درمان ها استفاده کنید تا ان شاء الله که بار سوم پسرچه تولد شود. ولی به این سخنی خوشتومنتون نه خودتون را زیق کنید، نه به این زیاد اهمیت دهید، با شوهر خود مصلحت کنید و از پی آن شوید که با کدام راه ها می شود که معالجه شود و به شما الله پسر دهد که از الله این را برای شما تمنا داریم. سوال دیگر: زندگی دختر و مادرش گپ یاد داده کلیت میکند. البته که این گونه مادر و پدر وجود دارند، چگونه که مادر و پدر دختر و یا مادر و پدر پسر وجود دارند که یگان گپ یا یک نصیحت میکنند که دیگر عروس دیگر میشود. برای همین وقتی او یا وقتی شوهر به نزد پدر و مادرت نرو گوید اطاعت کردن باید اطاعت شود یا نه، در این باره سخن علما در آن است که وقتی شوهر میداند که به زنش، اهلش یعنی خویش و تبار زنش نصیحت میکنند و او را بدراه میکنند، شوهر حق دارد که گوید با آنها روبرو نمیشوی، یعنی وقتی شوهر این را میداند. البته در این حالت باید دخترک رو پیش از اون که اونجا نرو اینجا نرو گویم قطعیش صحبت کند، اگر شوهر با عقل است که بگوید که پس از زن و شوهر شدن هر نصیحتی که زندگی ما رو ویران میکند، عائله ما رو نااستوار میکند نباید گوش کنی و به آینده خودمان و فرزندانمان شوی و به مادرت اگرچه هم میلش میگویی لیکن اطاعت و یا گفته او را براه نمان. شما اپا سوال دیگر: شما اپا میفهماندید که سبب اساسی مناقشه های خانوادگی این بیسوادی و بی‌علمی مادران و عروسان است. البته که خیلی که
در اول برنامه گفتیم، این یکی از سبب‌هایش هست. یکی از سبب‌های نزاع این خطاگی خویش و تبار را بالای زن و یا شوهر خود ماندن ما است. بی‌سوادی، بی‌علمی، دوست داشتن دنیا، دوست داشتن لطف و کالا و متریال و دیگه کرته‌های مد و این چنین دوست داشتن زن‌های بی‌سواد که زنی من باید بی‌سواد باشد تا که به من گپ نگرداند، این چیزها خیلی زیاد است که در سلسله برنامه‌های آینده آستانه یک به یک درباره‌اش حتما با هم صحبت می‌کنیم. سوال دیگر، زنی بچه زنک را چه خیلی تربیت کردن ممکن؟ به روزش هم میزند هم بچه هایش را دعای بد میکند، جوانی مرگ مور گردند الهو. این همه این دعای بد را من نخوانم، 100 بار میفهمانم، خوب میگوید، باز همان مثل پیشتر زبانش ویران. پیش از همه، پیش از زن گرفتن حتما باید نگاه میکردیم که ما با کدام عائله همراه شده ایستادیم. برای آنکه شنوندگان عزیز، خواهرکای هستند، دخترانی هستند که در چنین عائله بزرگ شدند، عائله‌ای که در آنجا از صبح تا شام خوراک آن عائله لعنت و دشنام و دعای بد است. یعنی پدر و مادر دعای بد برای آنها آب است، نوشیده میستند، همیشه به آن ایستاده نمیتوانند. و هر وقتی که مرد زن گرفتنی هست حتما باید از خویش و تبار، از اطراف بپرسد که در این عائله آداب چگونه است، البته اگر خود مرد صاحب اخلاق حمیده باشد. و اینجا با این گونه زنها بهترین راه تربیت این است که برایش دو سه دوگانه که اهل تقوا و اهل خیرات هستند و یا دو سه عائله که در آنها اخلاق حمیده دیده می شود، اخلاق اسلامی دیده می شود، با آنها دوست شوند. برای آنکه چگونه که می دانیم همیشه کمال همنشین اثر میکند. هر کسی که با او می نشینید از او اثر میگیرید، تاثیر میگیرید و در این باره حدیث هم هست. برای همین رفقت صالحه و یا جلیس صالح، دوستان صالح، عائله‌ای که صالح هست، با آنها همسر خود را شناس کنید، رفت و آمد کنند، ببینند که طرز معامله چی است. و البته که به گروه‌های درسی، به حلقه‌های درسی که در آنجا نفرانی که در حقیقت علمدار هستند، دشنام نمی‌کنند، از حدیث، از اخلاق صحبت می‌کنند، با آنها همراهشان کنید که ببینن که مادر در اصل چی است. وگرنه با زدن، با 100 بار گفتن این گونه زنها رو اصلاح کردن خیلی مشکل است. یگانه با دیدن زنهای که اخلاقشان حمیده است و دیدن فرزندان آنها که چگونه اخلاق مادر به فرزند تاثیر میکند، این گونه زنها میتوانند اصلاح شوند. که من خودم ضمانت میدهم که یک چند خواهران یا عائله های رو دیده بودم که خیلی در درون عائله مناسبتی بد داشتند. بعد از همراه شدن به حلقه های درسی، بعد از همراه شدن با عائله های صالح و در حقیقت اخلاق اسلامی داشته، یک بار تغییر یافتن، هم سلوکشان، هم حتی ظاهرشان و درونی خانهشان. با این پیدا کردن این گونه عائله ها که حتما از پی شوید پیدا میکنید، انشاءالله اصلاح میشوند. سوال دیگر، همین جمعه گرفتن عروس ابیزت نمی. درباره جمعه گرفتن عروس، این در تاجیکستان است که عروس را به جمعگی گسل میکنند. دیداربینی پدر و مادر حتمی است برای عروس یا برای هر یک کس، زن باشد مرد باشد. دیداربینی کردن، از احوالشان با خبر شدن، اگر کمک لازم است کمک رساندن حتمی است. حتمی نیست که در یک هفته یک بار باشد، می شود در یک هفته 3 بار باشد. اگر راه دور باشد در یک ماه یک بار و دیگر وقت با تلفن باشد. اما همین جمعه نرفت گناهکار می شوید، هیچ دلیل در این باره نیست. سوال دیگر، زندگی ما را از بالا پچق کرده ایستادند، بی پولی و نبودن جای کار پسیکولوژی را ویران میکند. همه سبب ویران شوی عائله ها همین است. سوال کننده عزیز، البته که اینجا میتوانیم گوییم که بی پولی، نبودن جای کار، بخت یا خود تنگ کردن اطراف است، ولی این را بدانید که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، مدتی که پیامبر هجرت کردند، حتی از گرسنگی به شکم خود سنگ میبستند و در یگان جا آمدگی نیست که از پی گرسنگی، از سبب گرسنگی همدیگر را دشنام میکردند و میزدند و زنها فرزندانش را لعنت میکردند. این نبودن اخلاق، نبودن تقوا، دور بودن از الله هست که انسان گرسنگیش را در
فرزند خود میبیند، در زنی خود میبیند، در شوهر خود میبیند. بی پول هستی عیب زنی تو چی است؟ بی پول هستی عیب کودکای بیچاره چی است؟ یا زن وقتی که شوهرت کار ندارد به سبب اون که اصلا در مملکت جای کار نیست و یا به سبب اون که برهان اقتصادی است، اینجا عیب کودکان چی است که کاش همه تو میمردی و خلاص میشدم، کاش این بود و وای بود میگوی. یعنی اینجا حتما وقتی انسان تقوا دارد به کوچکترین چیز صبر میکند و اخلاقش رو در همه حالت میدارد، در حالت پستی، در حالت بردی. و انسان‌های زیادی هستن که همه چیز دارن، آزادی دارن، اما خیلی اخلاق پست دارن. و هرچی انسان به الله نزدیک میشود و اون هم نزدیک شوی حقیقی و از قرآن و از سنت و از خود دنیا که این چی است و چقدر ارزش دارد با خبر میشود، دیگر نمیگذارد که با بد اخلاقی و عصبانیت زندگی خود و عزیزان و دیگران را ویران کند. و بگذار در همین باره که گفتید یک بار دیگر فکر کنید که آیا ما میتوانیم به سبب بیپولی، به سبب یکی از ظلم‌های دیگر درون خانه خود را هم دیگر ویران و تباه کنیم. سوال دیگر، در تاجیکستان جداشوی رسا زیاد شدگی، اصلش خوشدامنای جوان از نبودن هم پسر و هم شوهرشون در روسیه بودن پسیخ شده هستند. به فکرم سوال از طرفای شمال تاجیکستان است، برای آنکه نوشتن کلمه ها عیناً به طرف های ما می رود. در اینجا خواهر عزیز و یا نفری که این سوال را داره، چگونه که گفتم اساساً پسیخ شدن، تعصبیت، عصبی شدن که درباره ضررهای عصبانیت و چگونه باید پیش راهی عصبانیت رو هم از روی طب و هم از روی شریعت بگیریم، حتما باید با هم صحبت کنیم. این رو بدانید که الا بذکر الله تطمئن القلوب، این آیت پروردگار است که میگوید با یاد الله دلها آرام می شود. و هر زنی که و یا هر مردی که زیاد الله را ذکر می کند و ذکر کردن یگانه با سبحان الله الحمدلله گفتن نه، تفکر کردن درباره خلق الله، تفکر کردن درباره انسان هایی که وفات کردند، تفکر کردن درباره عاقبت ظالمان و عموما درباره هر چیز، این خودش ذکر و عبادت است. انسانی که با ذکر و با عبادت، علل خصوص با خواندن کتاب های چه دینی باشه چه اخلاقی آواره است، اونقدر به ویران کردن عائله پسرش و عیب گفتن عروس و عیب گفتن دختر یا عیب گفتن خوشتامن در عین زمان حرکت نمی کند، برای آنکه در عقل او و در قلب او برای این کارها جای نیست. و چگونه که ابن قیم جوزی میگویند قلب شما مثل یک کوزه هست، وقتی که اون رو با اخلاق حمیده پر کردن گرفته دیگر برای چیزهای بد جای نمیموند. و اینجا اساسی مشکلی در آن است که ما از الله دور شدیم، ما از ذکر الله دور شدیم، برای آن که تفکر درباره عیب‌های خودمون کنیم، آینده گذشته خودمون کنیم، می نشینیم و هر کسی که روبروی ما هست، خو همسایه باشد خو خویش و تبار، یک عیب‌های او رو پیدا کرده جنگ و جنجال رو شروع میکنیم و وقتی که به یک چیز مفید شروع کردیم این چیزها از بین می رود. سوال دیگر این سوال درباره زندگی شخصی من است، به فکرم بهترش در اینجا جواب ندهم و درباره فقط کت و حقق درباره زن علمدار اینجا گفته ایستادن که شاید عذاب باشد و شاید داناگی کند. نفری که همین سوال رو دادید این رو بدانید که زنی که علم دارد و اون هم علم های پوچنه، علمی که خودش را شناخت، پروردگار را شناخت و دنیا را شناخت، چی بودن مال و ملک را شناخت، هرگز بالای شما به من ماده نوخر، خانه زیباخر، ماشین دارشو، طلا و نقره خر، به خواهرت این نته، به مادرت آن نته، من از این میخواهم، من از آن میخواهم نمیگوید، برای آنکه او میداند که این چیزها ارزش ندارد. و این رو بهترش از مردهای پرسید که در حقیقت زنی علمدار و تقوادار دارن، یعنی هر دو چیز رو با هم کنیم، علم و تقوا یا خود از الله ترسیدن و هم علم داشتن، چه علم شریعت چه علم دنیوی. و هر وقتی که معنویات انسان سست می شود، از علم دور می شود، از الله ترسی دور می شود و به مادیات زیاد داده می شود. برای همین خواهرهایی هستند که برای یک انگشتری طلا می توانند خانهشان رو
قیامت کنند. خواهرانی هستند که به خاطر آنکه مثل خواهر شوهرشون مودی نو نپوشیدن تمام ماه به خانه پدر و مادر قهری شوند. خواهرایی هستند که به خاطر آنکه ینگه اشون کرته نو خرید با پدر و مادر خود جنجال کنند. اینها از چی است؟ یعنی برده یک لباس شدن، به خاطر یک انگشتری طلا خانه رو به جهنم تبدیل دادن. سببش این همین بی علمی هست، سببش برده دنیا بودن است. و اما آنهایی که با کتاب مشغول هستند، با علم مشغول هستند، به جای اون که از پس کرته و خانه و مدینه شوند، از پی تربیه خود که البته انسان باید خودش رو تربیه کنه، سپس تربیه فرزند و عائله می شوند و به هر راه با اطرافیان معامله کردن رو چی جاهل و چی عالم پیدا می کنند. برای همین بهترش این است که آیا زنی علمدار بالای شوهرش عذاب است یا نعمت است؟ از یکی از مردهای پرسید که زنی علمدار دارند و از یک مرد دیگری که زنی جاهل دارد، از هم پرسیده می توانیم مقایسه کنیم. سوال دیگر: اگر مادر و دو زن داشته باشی، آیا برای مادر هم شب جدا میکنی؟ مادرم بسیار میخواهد همچون فرزند با نبیره هایش روم نزدش باشم و من هم وقت جدا کن میگوید. اگر نه هر هفته روزی استراحت نزدش میروم، اما برابر زنهایت وقت جدا کن میگوید. چی کار کنم که مادرم نرنجد؟ پیش از همه سوال کننده عزیز، شاید پدر نداشته باشید که اینقدر مادر به شما چسبیدن. البته که در یک گنج آمدگی نیست که شب در نزد مادرت خواب کنی. کودک الکی از 2 سالگی باید جای خوابش از مادر یا از نزد مادر جدا باشد و بیرالوالدین این در شب همراهی خواب کردن نه. بیرالوالدین که کردن به پدر و مادر اگر از مادیات کمی دارند به آنها رسانیدن، اگر کمکی میخواهند کمک کردن است و در یک گنج آمدگی نیست که چگونه ای که بین زنها شب جدا میکنی به مادرت هم شب جدا کن. در روزش می روید 1 ساعت 2 ساعت یا شبش هم صحبتش می شوید. در آنجا خوب کردن در یک گنج آمدگی نیست که حتمی باشد و شاید نمیخواهم شما رو رنجانم، شاید یگان غیورگی یا خود رشک وجود داشته باشد. در اینجا می توانید گویید که به خانه من زیادتر بیا، در خانه من همراهی ما زندگی کن، همراهی نبیره هایت 1 هفته و چند روز بیست شاید در این وقت آرام شوند. ولی به هر حال در یک گنج آمدگی نیست که چگونه که بین زنها تقسیم کردن شب فرض یا واجب مرد هست، مادر هم در آنجا حق داشته باشد که مادر زندگی خودش را دارد و به او فقط نیکی میکنید از روی مهربانی، از روی رفت و آمد، از روی یاری کردن، چه مالی باشد چه جسمانی، اما شب جدا کرده در نزدش خو رفتن در یک آنجا نیست. سوال دیگر: من 4 سال شد از زنم فرزنددار نشدم، پنهانی زنی دیگر گرفتم و فرزنددار شدم. اکنون زنی اولم طلاق پرسیده ایستاده است. چی کار کنم؟ من نمیخواهم جدا شوم. و اینجا اگر جدا شدن نمیخواید، البته همراهش صحبت کنید که تو هم فرزنددار میشوی و من از تو جدا شدن نمیخوام، ولیکن به هر حال اگر خیلی خیلی اصرار دارد که با شما زندگی کردن نمیخواهد و شاید که او اگر جدا شد او هم صاحب فرزند شود، برای اون که بعضی از انسان هایی هستند که تقدیر در آن است که هر دو فرزنددار شدن نمیتوانند، اگر جدا شدن اینها میتوانند فرزنددار شوند. برای همین شاید او هم میگوید که من هم جدا میشوم و صاحب فرزند میشوم، که در این حالت البته اگر او را به حالش ماندید ظلم نمیشود و بگذار او هم صاحب فرزند شود. ولیکن من نمیخواهم از او جدا شوم گویان 1 نفر را ظلم کردن و او را به زور داشتن، البته این هم برای خودتان هم برای آن زن کار خوبی ندارد. و درباره کرسکه کردن راستی گپ از موضوع عائلوی نبرایم و درباره زیب و زینت زن و آرایش های زمانوی در برنامه ترازوی عمل با هم صحبت میکنیم. چه کرسکه کردن موی باشد، چه بلوندکس یا خود زرد کردن قش ها و یا کلان خرد کردن اعضای جسم، در این باره به اذن الله در برنامه های ترازوی عمل با هم صحبت میکنیم. و تا اینجا عزیزان در برنامه آستانه بودیم درباره یکی از سبب‌های نزاع در عائله که این خطاگی دیگران را بالای زنی خود یا بعضی ها بالای شوهر خود می نهند و مشکلی که با دیگران داشتند این را گمان میکنند که شوهر آنها و یا زنی آنها می تواند برطرف کند. برای همین خواهشاً
چگونه که میدانیم وقتی انسان غضبی و عصبی شد الکی عقل او را غضب کاملا میپوشاند و بعضی از عصبانیت هست که انسان چی میگوید نمیداند. پیش از آن که با یکی از خویش و تبار شوهر خود خواهرها جنگ کردید و یا برادرانی که با یکی از خویش و تبار زن خود جنگ کردید، پیش از آن که بیایید و همه علم‌هایتان را از شریک زندگیتان گیرید، یک بار فکر کنید که این بیچاره‌ای که در خانه است اصلا سهمش چی است، چی نقش دارد، چرا باید با این جنگ و جنجال کنیم، چرا باید علم رو از این گیریم. این که در آنجا هیچ نقشی نداشت، هیچ سببی نبود و هر چی که بود گذشت و همدیگر رو بخشیم و به زندگی خود دوام دهیم و نگذاریم که سببی قطع خویش و تباری قهر شدن همسر ما با خواهر و برادر علل خصوص پدر و مادر شود. با امید آن که پیش از آن که یک چیز را قضاوت و حکم کنید اول باید عقل خود را کار فرمایید و با عقل خود تفکر کنید که چی کار باید کرد و چگونه کرده ایستادم. شمایان را به الله می سپارم. بگذار که نزاع‌ها کمتر شود، محبت و صمیمیت، مهربانی، تقویت عائله ها در همه عائله های مسلمان علل خصوص هر یک شما خواهر و برادران عزیزم در خانه شما حکم فرما باشد. همیشه در پناه الله با همدیگر باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.